تا حالا شده جایی بخندید که نباید بخندید؟ وای 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 وای. مراسم هفتم پدرم بود. خب خیلی شرط سختی بود. همکلاسیای من سال اول دانشگاه بودم، اومدن لطف کردن و یکی از همکلاسیام که هادی اجازی فر از همینجا بهشون سلام عرض میکنم. هادی همکلاسی شما بوده؟ بله. با سن پدر شماست. دیگه اومدن و ما نشستیم و 3 تا از بچهای دیگه هم بودن و یه لحظه گفتم به من که خانم میرعلمی تا شقایق هست زندگی باید کرد. من نمیدونم چرا خندم گرفت. خیلی هم قشنگ حرف زد. چرا آخه آدم ولی باید بشه اسم من پدرش رو از دست خندم بده؟ گرفت. خدا رو شکر شالی که سرم بود اینو برداشتم و گذاشتم جلوی صورتم و بچه‌ها فکر کردن من دارم گریه میکنم. من اینو هیچ جا نگفتم که خندیدید اون زیر. منو فکر کردن که دارم خیلی دیگه از حال میرم و اینا و من داشتم از خنده میمردم. خیلی شرایط بدی بود واقعا ولی روحشون من میگم شاد؟ شاید هم واقعا پدرم اون موقع روحش آگاه بوده من حالم بده. هادی رو فرستاد.